سلام خدمت والدین گرامی. بهرامی هستم، مشاور کودک. کودکان مثل ما بزرگسالان نیاز دارن که احساس ارزشمندی بکنن. حالا میخوایم ببینیم این احساس خود ارزشمندی از چه طریقی به دست میاد. برای اینکه بچه‌ها احساس خود ارزشمندی بکنن، تو ارتباط با کودک باید به اونا احترام بذاریم. والدین عزیز، شما چطوری به کودکتون احترام میذارید؟ آیا وقتی با کودکتون صحبت میکنید مواظب لحن و کلمه هایی که در ارتباط با کودکتون استفاده میکنید هستید؟ چقدر به حریم خصوصیش احترام میذارید؟ چقدر حق انتخاب بهش میدین؟ آیا وقتی کودکمون صحبت میکنه چقدر به صحبتاش اهمیت میدیم؟ و چقدر احساسات کودکمون رو به رسمیت میشناسیم؟ والدین عزیز، نکاتی که در بالا گفتم اگر خوب بهش توجه کنید حس خود ارزشمندی رو به کودکتون میدید و کودکتون میتونه اعتماد به نفسش رشد کنه و فردی قوی و محکم باشه. اما اگر به این نکات خوب توجه نداشته باشیم معمولا احتمال داره بچه لجباز و پرخاشگر داشته باشیم. غیر از اون خیلی وقتا حاضر نیست وارد جمع بشه و گوشه‌گیر میشه و جلوی دیگران حاضر نیست صحبت کنه. اعتماد به نفسش پایینه. سعی میکنه برای جلب توجه دیگران با رفتارهای منفی جلب توجه بکنه. و بزرگسالی هم همیشه با خشم و خشونت برخورد میکنه و یه فرد منفعل میشه. حالا برای که این اعتماد به نفس خوب رشد بدیم و احساس خود ارزشمندی رو تو کودکمون به وجود بیاریم، اگر سعی کنیم یه شنونده فعال باشیم، سعی کنیم زمانی که با کودکمون صحبت میکنیم از گوشی استفاده نکنیم یا کار دیگه انجام ندیم، آشپزی نکنیم و به کودکمون گوش بدیم، میتونیم یکی از ابعاد رفتاری احترام رو برای کودکمون رعایت. داخل پرانتز شاید بعضی از والدین الان بگن که بابا اینقدر بچه ما صحبت میکنه پس کل شبانه روزمون رو باید بذاریم فقط به بچه گوش بدیم هیچ کاری نکنیم. نه، ما میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم. وقتی کار داریم با احترام عذرخواهی کنیم که ببخشید عزیزم الان کار دارم نمیتونم باید صحبت کنم، ولی فلان وقت با شما صحبت میکنم و همون وقت هم بریم صداش بزنیم راستی الان کارم تموم شده، من آماده هم باید صحبت. وقتی داریم با کودکمون صحبت میکنیم حواسمون به لحن کلاممون و کلمه هایی که براش استفاده میکنیم باشه. به حریم خصوصیش احترام بذاریم. وقتی وارد اتاقش میشیم در بزنیم. اگر یه سری نوشته های خصوصی داره سرش نریم بدون اجازهش. یا جاهایی که اعلام میکنه اینجا دوست ندارم کسی بره، کسی دست بزنه به این وسایل، بهش احترام بذاریم. حق انتخاب بهش بدیم. اگر قرار لباسی مثلا انتخاب کنه برای بیرون رفتنش، 2 تا لباس بیرون رفتن داره با 2 تا رنگ متفاوت، بگی الان لباس قرمز رو میخوای بپوشی یه لباس آبیه. سعی کنیم با همدلی کردن با کودک به احساسش به رسمیت بشناسیم. اگر کودکمون احساسای متفاوت تجربه میکنه سعی کنیم اون احساسات رو بهش گوش زد کنیم. مثلا اگر ناراحته بگیم که عزیزم میبینم که ناراحتی، چه کاری از دستم برمیاد یا چه کار کنم که ناراحتی کمتر بشه. با این رفتار میتونیم به کودکمون احترام بذاریم و احساس خود ارزشمندی توش به وجود بیاریم تا انشالله تا بزرگسالی هم بتونه یه فرد موفق تری باشه در اجتماع خودش، بتونه هم برای خودش ارزش قائل بشه هم برای دیگران. با امید موفقیت برای شما عزیزان. اگر نکاتی بیشتری در این مورد شما آگاه هستید حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. ممنون میشم با بازخورده مناسبی که میدید منو در گذاشتن این برنامه ها یاری میکنید. با آرزوی موفقیت تک تک شما عزیزان.